اما دیدن نعمتها باعث نشه ما مغرور بشیم مثل قارون. قارون چی میگفت؟ انما اوتیتها علی علم عندی. این حرف قارون رو شما روی زبان خیلی از احمقها میشنوید در دور و بر خودمون. آقا به برادرت کمک کن. چشش کور؟ من از کوچیکی بهش میگفتم درس بخون، زحمت بکش فلان. من این دار و زندگی که دارم این دسترنج منه، خیلی من تلاش کردم، درس خوندم و تونستم لیسانس بگیرم و الان دروازه های نعمت برون باز شده. عجب، مگه نمیبینی که آقا تو لیسانس گرفتی، تو همین رشته شما زیرکتر از شما دکترا گرفته بیکار هست، زندگیش فلجه. بله کار داره، 4 تا بچه شل هم داره که کل هزینه همه درآمدش چه هست؟ داروی بچه هاش هست. زنش هم طلاق گرفته رفته و جنجالی اون براش به پا کرده. صبح تا بعد از ظهر تو دانشگاه هم جون میکنه، بعدش میره تاکسیرانی میکنه، بعدش میره شب هم تا صبح جایی نگهبانی هم میده. هنوز نمیتونه چرخش زندگیشو بچرخونه. اون وقت تو میایی برادرت رو تحقیر میکنی، خواهرت رو تحقیر میکنی که اون نداره. این انما اوتیتو علی علم عندی، این حرف قارونه که این چیزایی مال و ثروتی که ما دارم به خاطر اینکه شایستگیشو داشتم. نه عزیز من، تو شایستگی هیچی نداری. این رحمت الله هست، خداست که به تو نعمت داده و اگر قدر نعمت رو ندونی لئن شکرتم لازیدنکم. قانون الهی است، اگر شکر نعمت رو به جا آوردید بیشتر و بیشتر بهتون میدم. و این کفرتم این عذابی لشدید. و اگر کفران بکنید عذاب الله شدید هست.